بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. درس 20 کلید هفتم است که نتایج توحید در دنیا. ما و شما خوانده بودیم که 5 درباره موحدین. اول معرفی موحدین بود، با صفات موحدین بود، باز قصه های موحدین یا اهل توحید بود و امشب کلید هفتم نوبت میرسه و نتایج توحید در دنیا. در قرآن عظیم الشان بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن عظیم الشان نتایج توحید در دنیا و اشکال ذیل بیان شده است. بخش اول نتایج توحید با حاصل نمودن بهترین منافع فکری، اعتقادی، روانی، علمی و عملی. یعنی در قرآن عظیم الشان بیان شده که یک انسانی که عقیده توحید داشته باشه، اول منفعتی که برازی میرسه ای از نگاه فکری، از نگاه اعتقادی، از نگاه علمی و از نگاه عملی منافع زیادی رو میبینه. مثال اولش مثلا مستحق شدن بهترین نعمت الهی که عقیده توحید و ثبات بر آن است. اگر ما و شما فکر بکنیم بزرگترین نعمت الله توحید است. الله متعال بر پیغمبران مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم حبیب الله بود، بر از قصر و خانه و مال و دارایی دیگه پا نداد. بهترین چیزی که الله متعال بر دوستای خود که پیغمبران بودن، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین بود، بهترین توفیق الهی و بهترین نعمت الله برای زنا عقیده توحید بود که برای زنا دارد. الله متعال میگه در سوره ابراهیم آیت 27 یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یعنی الله متعال مؤمنان را با سخنان ثابت، یعنی عقیده توحیدی پایدار در زندگی دنیا و در آخرت، اینا را ثابت قدم نگاه میکنه. بناهن یکی از منافع عقیده توحید چی است که الله متعال انسانهای اهل توحید یا موحدین با بهترین نعمت خود اینا را چی کنه؟ مستحق بهترین نعمت خود اینا را ساخته. دوم که هست حاصل نمودن بهترین دوست و بهترین نصرت کننده. کسایی که اهل توحید هستند، الله متعال میگه والله اعلم باعدائکم و کفى بالله ولیا و کفى بالله نصیرا. الله متعال میگه که الله متعال بسیار با خبر است در مورد دشمنای شما و کافی است که الله متعال دوست شما باشه و کافی است که الله متعال نصرت کننده شما باشه. بناهن دوست مؤمنا و نصرت کننده مؤمنا الله متعال است. از اینجا است که این بهترین نعمت الله متعال چی است؟ توحید است. و بهترین دوست برای کی حاصل میشه؟ برای اهل توحید. این از نتایج توحید در دنیا هست که الله متعال برای از اینا چی میده؟ بهترین دوست که الله هست اینا حاصل میکنه و بهترین نصرت کننده شان هم الله متعال میشه. سوم منفعت توحید در دنیا چی است؟ شناخت و ایجاد رابطه قوی با خالق متعال. نوح علیه السلام بر قوم خود چی میگفت؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. شما چرا برای الله متعال مقام و منزلت و عزت قائل نیستید؟ اینا کسایی که عقیده توحید درست بفهمن، الله متعال برای زنا چی میته؟ برای زنا یک فکر و اندیشه سالم میته که اینا باز چی میباشن؟ اینا الله متعال با اونمو عظمت و جلالش مشناسن و یاد میکنن. چهارمین منفعت توحید در دنیا چی هست؟ حاصل نمودن مقام عالی و رفیع. الله متعال بر موحدین بهترین مقام و عالیترین مقام و رفیعترین مقام میده. الله متعال میگه که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. الله متعال اینا مؤمنین حقیقی هستند. لهم درجات عند ربهم، بر از اینا درجات بسیار زیاد از بنزد پروردگارشان و مغفرت و رزق کریم، و بر از اینا مغفرت است و رزق کریم.
پنجمی منفعت توحید در دنیا چی هست؟ حاصل نمودن فضیلت، رحمت و مغفرت. الله متعال میگه لا یستوی القائلون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم. الله متعال میگه کسایی که از جهاد ششتن، بغیر از کسایی که مریض یا مشکل دارن، اما دیگه کسایی که بدون کدام مشکل از جهاد ششتن، اینا با همراه مجاهدینی که با مال خود و نفس خود در راه الله جهاد میکنن، اینا مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القائدین درجه. الله متعال بر مؤمنین موحد مجاهد که با مال خود و نفس خود به خاطر دین الله جهاد میکنن، الله متعال بر از اینا فضیلت داده. و کل وعد الله الحسنى و تمامی الله متعال بر همه وعده نیک کرده. ولكن فضل الله المجاهدین علی القائدین اجر عظیم. و بر از اینا اجر عظیم و بزرگ هست. درجات منه، بر از اینا درجات است و مغفرت است و رحمت است. و کان الله غفور رحیم. ششمین منفعت توحید چی است که سبب حاصل نمودن حسنات دنیا و آخرت میشه. اینا کسانی که موحد واقعی هستند یا چی میگن؟ میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. کسایی که موحد نیستن یک تعدادشان ترک دنیا میکنن، میگه تنها ما آخرت میگیریم، و یک تعداد دیگه دنیا رو میگیرن ترک آخرت میکنن. اما مؤمن موحد راستی ای چی میگه؟ ای میگه که یا الله هم حسنات دنیا رو نصیب ما بکن و هم حسنات و نیکی های آخرت رو نصیب ما بکن و قنا عذاب النار. الله متعال چی میگه؟ در سوره بقره آیت 222 میگه اولئک لهم نصیب مما کسبوا. الله متعال برشان نصیب از آنچه که کسب کردن میده. والله سریع الحساب. و الله بسیار سریع حساب کننده است. هفتمین منفعت توحید در دنیا چی هست؟ مستحق شدن دوستی ملائکه هست. ملائکه این الذين قالوا ربنا الله، کسانی که میگن رب ما الله هستن، عقیده توحید دارن، ثم استقاموا، باز به می عقیده توحید استقامت میکنن، با اساس فتنه ها و تزلزل و تسلیمی به طواغیت و اختلافات و جنجالا از عقیده توحید خود دور نمیسازن، بلکه استقامت اختیار میکنن. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بالا از اینا نازل میشه. الا تخافوا، برشان میگه که ترس نداشته باشین، ولا تحزنوا، و جگرخونی هم نداشته باشین. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشارت بر شما به جنتی که بر شما وعده داده شده. ملائکه چی میگه؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ملائکه برشان میگه که ما دوستای شما هستیم، هم در زندگی دنیا و هم در آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. سوره فصلت آیت 31 است. یعنی بهترین منزلتی که این مؤمنین موحدین پیدا میکنن دوستی، بعد از دوستی با الله و دوستی با رسولش، دوستی با کی پیدا میکنن؟ دوستی با ملائکه علیهم السلام. دیگه چی؟ هشتمی منفعت توحید در دنیا چی است؟ حاصل نمودن جایگاه عالی. الله متعال بر از اینا جای بسیار بزرگ نمیده. والذین هاجروا فی الله، یعنی مؤمنین موحدینی که به خاطر عقیده توحید هجرت کردن، من بعد ما ظلموا، بعد از اینکه سر از اینا ظلم شد، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. الله میگه ما بر از اینا در دنیا جایگاه خوب میدیم. ولا اجر الاخرت اکبر، باز اجر آخرت بسیار بزرگ است. لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون. سوره نحل آیت 42. نهمی منفعت توحید در دنیا چی است؟ سبب بلندی شخصیت مؤمن میگردن. انسانی که مؤمن است این پیش الله بسیار شخصیت عالی داشته باشه. اما کسایی که مشرک هستن، الله متعال چی میگه؟ و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. میگه کسی که به الله شرک به مثل چی وارد؟ مثل کسی که از آسمان سقوط کرده باشه. فتخطفه الطیر، با حضور یک پرندگک قدری به شخصیت و ضعیف میشه این مشرک که باز یک پرندگک با نول خود ایره اختطاف میکنه. او تهوی به الریح فی کل مکان صحیح، یا امیش باد شمال ایره هر طرف به دور می اندازه. یعنی انسان بیدین و مشرک شخصیتش آنقدر ضعیف میشه که مثل یک پر شمالت طرف میبریش و حتی یک پرنده بودن میتونه اختطاف کنن بگیره. یعنی از مگس و
از به شکل هم این بی ارزش تر می باشه. اما کسایی که موحد هستن انشاءالله بسیار ارزش داره. دهمی منفعت توحید در دنیا چی است؟ نصیب شدن ثواب دنیا و آخرت است. الله متعال در سوره آل عمران آیت 140 چی میگه؟ فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. الله متعال بر ازنا هم ثواب دنیا را میده و هم بهترین ثواب آخرت. والله یحب المحسنین. الله مردمای نیکوکار دوست دارد. 11مین منفعت توحید چی است؟ نجات از تعصبات است. یعنی کسایی که موحد حقیقی هستند، واقعا به قرآن و به سنت و به توحید ایمان دارند، اینا هیچ وقت تعصب نمیکنن. چرا؟ اینا عقیده وقتی به قرآن داشت میگه انما المؤمنون اخوه. مؤمن برادر من هست، سیاه پوست باشه، سفید پوست باشه، زن باشه، مرد باشه، اروپایی باشه، امریکایی باشه، آسیایی باشه، افریقایی باشه، از هر جای دنیا باشه، وقتی که مؤمن بود برادر من است. بلا وقتی که اخوت اسلامی در قلب عزیز زنده شد، از این تعصبات قومی و نژادی و زبانی که انسان‌های مشرک و بیدین و مبتدی مبتلا هستند از یا نجات پیدا میکنند. 12مین منفعت توحید در دنیا چی هست؟ مستحق شدن زینت و رزق و پاک دنیوی. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. بگو که کی حرام کرده زینتایی را که الله متعال بر بنده هاش اونا را بیرون کردن. و طیبات من الرزق. بسیاری کسا مسیب نمیخورم، ما گوشت نمیخورم، ما کباب نمیخورم. چرا؟ والا ما ترک دنیا کردیم، والا ما این چیزا را ترک کردیم. الله متعال میگه که قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. این چیزا را الله متعال خلق کرده برای انسانهای مؤمن در زندگی دنیا، خالصتا یوم القیامه، و در روز قیامت هم خالص برای اینا هست. بنابراین انسان مسلمان هم در دنیا مستحق این طیبات رزق میشن و از این زینت ها میشن و هم در آخرت. چرا؟ فکر ازی جور است، عقیده ازی جور است. این واقعا از قرآن و سنت عقیده توحید گرفتن. عقیده که متأثر به هندویسم و به نصرانیت نیست که ترک دنیا کو، ترک ازدواج کو، لباس خوب نپوش و خود جذابه. این کلش مسائل هست که یا در هندویسم است یا در نصرانیت. بسیاری کسایی که عقیده توحید درست نمیفهمن به این چیزها مبتلا میشن. اما کسی که مؤمن موحد است، الله متعال این نعمت‌ها را برش دادن و از این نعمت‌ها استفاده میکنه، هم در دنیا و هم در آخرت. 13 منفعت توحید در دنیا چی است؟ بشارت دنیا و آخرت است. الله متعال میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا و فی الاخره. برای از اینا بشارت است، هم در زندگی دنیا و هم در آخرت. برای اولیاء الله کی هستند؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. 14 منفعتش چی است؟ نجات از راهگمی و بی‌رهبری. بسیاری کسا راه را گم کرده و بسیاری کسا رهبر ندارن، اما انسان موحد میفهمه که الله متعال برای راه مستقیم هم نشان داده و رهبرش هم نشان داده. الله متعال در سوره احزاب آیت 21 چی میگه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اسوه حسنه شما کی هست؟ الله رسول الله صلی الله علیه و سلم است. علامه ابن کثیر در تفسیر آیت شریف چی میگه؟ میگه هذه الآیه الکریمه اصل کبیر فی التأسی بالرسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه این آیت کریمه اصل است به چی؟ به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه خود بگیریم، رهبر خود، راهنمای خود، مرشد خود، معلم خود، فی اقواله و افعاله و احواله. در سخنایش، در افعالش، در حالاتش، در کلش رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبر و اسوه خود بگیریم. 15مین منفعت عقیده توحید چی است؟ نجات از پذیرفتن حاکمیت طاغوت. بسیاری کسا هستن به شکلی از اشکال تسلیم طاغوت میشن، لکن مؤمنین موحدین میفهمند که اول انسان باید به طاغوت کافر شود. الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. هر کسی که اول به طاغوت کافر شود باز به الله ایمان بیاوره فقط استمسک بالعروة الوثقی. اینی شخص به قرآن عظیم شان خوب تمسک ورزیده است. آن طاغوت که است گاهی در لباس یک فرد میه. بعضی کسا از ابلیس پیروی میکنن، بعضی از جادوگر است، بعضی رهبر گمراه مثل فرعون و شداد و هامان و مارس و انگلس و لینن و ماسولینی و هتلر. گاهی این طاغوت در لباس افراد میه. بسیاری کسا
یا را رهبرای خود گرفته. بعضی اوقات طاغوت در شکل یک حزب بیدینی میه. بسیاری کسان تسلیم از این حزب بیدینی یا عضو از این حزب میشن. بعضی اوقات همین طاغوت به شکل یک فلسفه میه. سیکولاریسم، کمونیسم، نشنالیسم، سوسیالیسم، داروینیسم. بسیاری کس از ارسطو، سقراط، عقلگراها، حسگراها، علمگراها به صدها قسم فلسفه های مختلف الحادی و کفری میه. اینال از این فلسفه های طاغوتی کی نجات پیدا میکنه؟ انسان موحد. بعضی اوقات در لباس حکومت ها بسیاری حکومت های طاغوتی هست که ضد شریعت الله عمل میکنن و اساس حکومتشان مخالف شریعت و مخالف قرآن و سنت است. بسیاری کسا به این حکومت های طاغوتی تسلیم شده و از اینا دفاع میکنن و تسلیم طاغوت میشن. در این فتنه ها مبتلا هستن. بعضی اوقات همین طاغوت در لباس یک جماعت و گروه میه. بنابراین بعضی کسا به اون گروه داخل میشن و میرن و در اونجا غرق میشن و تسلیم طاغوت میشن. اینال کسایی که عقیده توحید درست میفهمن از تمام این طاغوت ها چی میشن؟ از این دور میشن. لا اله نیست هیچ معبود به حقی که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود الا الله. این از کجا فهمیده میشه؟ از عقیده توحید. 16 حاصل نمودن حکمت یعنی فکر و اندیشه. الله متعال در سوره بقره آیت 269 چی میگه؟ یؤتی الحکمت من یشاء. برای کسی که الله بخواد حکمت میده. و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. و برای هر کسی که حکمت داده شد بر از او خیر بسیار زیاد داده شده است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که یعنی المعرفت بالقرآن. حکمت چی است؟ فهم دقیق قرآن است. وقتی یک انسان موحد قرآن درست فهمید و عقیده توحید درست فهمید، در حقیقت انسان چی است؟ انسان واقعا انسان حکیم است و بزرگترین نعمت است. قتاده رضی الله رحمه الله چی میگه؟ میگه الحکمت الفقه فی القرآن. حکمت چی هست؟ فقه بودن در قرآن است که کسی قرآن درست بفهمه. ابدا منفعتش مقاومت در مشکلات است. بسیاری وقتا مثلا مشکلات می سختی ها می الله متعال میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم تو گمان میکنن که اما تو گذاشته شوند هیچ برشان مصیبت نرسن، هیچ برشان سختی نمیاد، ان یقولوا آمنا بگوید که ما مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، موحد هستیم و هم لا یفتنون، در حالی که آنها هیچ در فتنه ها در امتحانات یا داخل نشن. بله بسیار سختی ها انسان مبتلا میشه، مشکلات برای موحدین پیدا میشه. لکن خوبی چی است که با تمام عزیب و عقیده توحید چی میکنن؟ استادگی میکنن. چرا میفهمن که مخواست پیغمبرها که در رتبه بلند نیست، از نبیین که از صدیقین و شهدا و صالحین کردن، اونا در چی سختی ها و مشکلات گرفتار شدن و چقدر در فتنه ها و مشکلاتی بودن که حتی بسیاریشان کشته شدن، بسیاریشان به شهادت رسیدن، بسیاری از اونا را مثلا از خانه هایشان کشیدن، بسیاریشان لط کردن، تهمت کردن. بنابراین این انسان موحد آماده کل از این چیزها می باشه که هر وقت چیزی که از طرف الله برش مقدر و مقرر باشه بر از او تسلیم می باشه و هیچ وقت جگر خود نمیشه. 19مین منفعت عقیده توحید چی است؟ حاصل نمودن محبت آخرت است. الله متعال میگه ولدار الاخرت خیر، و دار آخرت بسیار خوب است. ولنعم دار المتقین، بهترین جایگاه برای متقیان کجاست؟ آخرت است. 20مین فایده عقیده توحید چی است؟ که همین دنیا در مقابل چشم و قلب موحد بسیار چی میشه؟ بسیار حقیر میشه. و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. میگه همین حیات زندگی دنیا در مقابل آخرت مثل چی ورست؟ مثل متاع ورست. متاع چی است؟ یک عالم میگه من بسیار همین متاع را پالیدم که همین متاع چی هست؟ میگه بالاخره در یک منطقه عربی رفتم، دیدم که یک دختره کت مادرش دمی سر جوی دیگای خدا میششتن. یک وقت امو ظرفی که دیگ سیاه را کتش ششته، امو صافیگکش یادش رفته، صدا میکنه متاعی، امو متاعی ما باقی مانده. او مفهمیدم که امی زندگی دنیا پیش الله مثل اینمی صافیگکی که دیگای سیاه کت ازو ششته میشن. 21 منفعت توحید چی است؟ جاگزین شدن یقین حقیقی در قلب هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله چی دعا میکنه که
اللهم اقسم لنا من خشیتک، یا الله بر ما ات خشیت، یعنی توحید در خشیت نصیب بکن، ما یحول بیننا و بین معاصی، که ما از ترس تو معصیت تو را نکنم، یعنی ام خشیت تو در بین ما و معصیت حائل واقع شود. انسان موحد اینما تو برازی چی پیدا میشه، اما تو یک خشیت و اما تو یک چیزی در قلبش پیدا میشه. و من الیقین، و بر رسول الله سمیه که یا الله بر ما ات یقین نصیب بکن که ما تحول به علینا مصیبات دنیا، که تمام مصیبت های دنیا برای ما چی شوند؟ بسیار آسان شوند. 22 منفعت توحید چی است؟ انسان مسلمان در فرقه ناجیه داخل میکنه. چرا در آخر زمان مردم به 70 چند گروه تقسیم میشن. رسول الله صلی الله علیه و آله تفترق امت علی 73 مله، امی امت ما به 73 گروه تقسیم میشن. میگه مسلمان هستن، یکی شبیه کمونیست، مسلمان سیکولر، مسلمان بینی، مسلمان طاغوتی، مسلمان قوم پرست، رنگ و رنگ مردم ها پیدا میشن. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کلها فی النار، تمامی از اینا در آتش دوزخ میره، الا ما ملت واحده، مگر یک ملت از اونها. فقیل له، برای گفتن که ما واحده، تو ام یک گروه کدام مردم هستن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما انا علیه اليوم و اصحابی، کسی که در این منهجی که من امروز هستم و اصحاب کرام هستن. بخش دوم، نتایج توحید با نصرت الهی در غزوات و مبارزات. نتایج توحید با نصرت الهی در غزوات و مبارزات موحدین. در این آیات قرآن در طول تاریخ میگه که اول منفعتش چی است؟ حاصل نمودن غنیمت و فتح و یا هم شهادت و جنت. انسان مؤمن هیچ وقت نقصان میکنه. وقتی که در جهاد میرن، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، آیا شما بر ما منتظر یکی از دو نیکی هستید؟ دو نیکی چی است؟ یا مسلمان کامیاب میشن، اینجا غنیمت و حکومت و نظام به دستش میاد، و یا ای که شهادت الله نصیبش میکنه، مقام بسیار عالی که مجرد که فوت میکنه دروازه جنت برش باز میشه. احدى الحسنین چی است؟ فتحا او شهادت، یا فتح نصیبش میشه و یا شهادت. مستحق شدن دفاع الهی، کسی که عقیده توحید درست داشته باشه الله از او دفاع میکنه. الله متعال میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یقینا که الله متعال از مؤمنین دفاع میکنه. سوره حج آیت 38. بعضی کسا میگه امریکا از ما دفاع کنه، فلانی حکومت از ما دفاع کنه، روس از ما دفاع کنه. الله متعال میگه الله از مؤمنین موحدین واقعی دفاع میکنه. سومی منفعتشان چی است؟ پیروزی و تثبیت قدم است. الله متعال میگه والعاقبة للمتقین، عاقبت برای کی هست؟ عاقبت برای متقین است. هر قدر سختی ها و مشکلات باشه، نتیجه آخری برای کی هست؟ برای مؤمنین متقین که موحد باشن. یا ایها الذین آمنوا، الله متعال میگه ای مؤمنان، ان تنصروا الله، اگر شما نصرت دین الله را بکنین، الله متعال دو چیز نصیب شما میکنه. ینصرکم، اول شما را نصرت میکنه، و یثبت اقدامکم، قدم های شما را در راه دین و توحید ثابت قدم میمونه. چرا بسیاری کسا هستن در عصر فتنه ها میره یک دفعه پاش میلغزن از توحید به شرک، از ایمان به کفر. صبح یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مسلمان میباشه دیگر کافر میشه، دیگر مسلمان میباشه صبح کافر میشه. بخش سوم، مثال های از نتایج توحید با پیروزی نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین است. آیات قرآن برای ما و شما بسیاری از مثال های از موحدین برای ما و شما بیان میکنه، بسیار زیاد از در قرآن که الله متعال اونا را نصرت کرد. الله متعال میگه و نوحا اذ نادى من قبل، میگه نوح علیه السلام قبلا برای ما دعا کرد، فاستجبنا له، ما دعای از را استجابت کردیم. الله متعال ما برای شما گفتم در جایی که توحید بیان میکنه اونجا ضمیر مفرد میاره، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما در جایی که قدرت و عظمت خود بیان میکنه با ضمیر جمع را میاره. چی میگه؟ فاستجبنا له، ما با قدرت و عظمت خود دعای نوح علیه السلام قبول کردیم. فنجیناه و اهله، او را به امرای اهلش که موحدین بود، بچهش کافر بود نجاتش نداد.
اما موحدینی که اهلش بودن اونا را من الکرب العظیم، از طوفان بسیار خطرناک بزرگ اینا را نجات داد. و نصرناه، الله متعال میگه نصرتش کردیم. من القوم الذين كذبوا بآياتنا، از اون قومی که به آیات ما تکذیب کردن. انهم كانوا قوم سوء، این بسیار مردم زشت بودن. فاغرقناهم اجمعین، تمام از اینا را الله متعال میگه ما غرق کردیم. سوره انبیاء آیت 77. همچنان بر هود علیه السلام الله متعال میگه ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه. میگه وقتی که امر ما حکم آمد، هود علیه السلام هم نجات دادیم و کسایی که امرایش بود برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ، اینا را از عذاب بسیار سخت نجات دادیم. سوره هود آیت 58. و ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام الله متعال میگه که وقتی که این دشمنای الله گفتن حرقوه، این جوان دا آتش بردین، درش بدین، وانصروا آلهتکم، و امو معبودانتان چی کنیم؟ نصرت کنیم. اینجا میگه کلگی هر کس دیگه چوب می آورده، حتی کمپیرای بت پرست هم میدیدی و بت پرستا و قبر پرستا را چوب جمع میکردن، هیزم جمع میکردن و می آوردن چی میکردن؟ در چخوری منداختن که در اینجا خوب آتش شود که ابراهیم علیه السلام در بدن. اینقدر آتش کردن که این منطقه یک تک آتش گرفت. صدا کردن که حرقوه وانصروا آلهتکم، حریقش کنین، درش بدین، معبودایتان نصرت بکنین که کل از اون شکستان. این کنتم فاعلین، اگه فهمیدن الله متعال میگه که ما نصرت خدا برش رسانیم. گفتیم یا نار، ای آتش کونی بردن و سلاما، هم سرد شو و هم سلامت دارنده علی ابراهیم و ابراهیم علیه السلام. بعض علما میگن چرا سلاما گفت؟ میگه اگه الله متعال تن آتش میگفت که برد، قدر سخت میشد که ابراهیم علیه السلام در آتش از 200 درجه تحت صفر هلاک میشه. الله متعال اما قد سردش کن که این سلامت نگاه بداریم. یک وقت سعی میکنن که ابراهیم علیه السلام قرار در بین آتش همونطور راحت استاد است. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین و نجیناه. الله متعال میگه ما نجات دادیم ابراهیم علیه السلام را و لوط علیه السلام را الى الارض التي باركنا فيها، به زمینی که اونا را دو برکت انداخته بودیم برای عالمیان. همین قسم نصرت الهی به موسی و هارون علیه السلام. الله متعال میگه سعی کنین که ما بنده های موحد خدا چه قسم نجات میتیم. ولقد مننا علی موسی و هارون. الله متعال میگه یقینا که ما منت گذاری کردیم بالای موسی و هارون علیهم السلام. نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. اینا را با قومشان از عذاب بسیار سخت، از غم بسیار بزرگ، یک طرف بحر بود، از پشت سرشان لشکر فرعون بود. الله متعال میگه که نصرناهم فکانوا هم الغالبین. الله متعال میگه اینا رو نصرت کردیم، اینا غالب بودن. فرعون غرق شد، لشکرش غرق شد، اینا غلبه کردن. همین قسم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنایش ایده شو از خانهش کشیدن، مجبورش ساختن که مهاجر شود. الله متعال گفت الا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما این پیغمبر را نصرت نکنید، الله او را نصرت میکنه. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقتی که کافرها ایره کشیدن در حالی که 2 نفر بودن. ثانی اثنین یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله در بین 2 نفر دومی بود، یکی ابوبکر صدیق بود و یکی رسول الله صلی الله علیه و آله. اذ هما فی الغار، اردوشان در غار ثور بودن. اذ یقول لصاحبه، وقتی که میگفت برای دوستش که ابوبکر صدیق رضی الله عنه هست که دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم است، برش چی میگه؟ ابوبکر صدیق بسیار جگرخون بود که آن یک دفعه کافرها ما را ببینه و رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت نکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در لحظه برش میگه لا تحزن، ای ابوبکر جگرخون نشو، ان الله معنا، یقینا که الله به امرای ماست. اگر اونا نفر دارن، سلا دارن، امکانات دارن، مهمات دارن، الله امرای ماست. فانزل الله سکینته علیه، الله متعال نازل کرد بالای رسول الله صلی الله علیه و سکونش، آرامش، قلبش آرام بود. و ایده بجنود لم تروها، تو لشکر الله متعال برش فرستاد که شما او را دیده نمیتونید. چون از این معلوم میشه که این کفتر و این مثلا مردم که جلو وافق چطور نه. الله متعال میگه و ایده بجنود، با ات لشکر الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید کرد. لم تروها، که شما او لشکر دیده
نمیتونستین و جعل کلمت الذین کفروا السفلی و امو سخنای کافران را ضعیف ساخت و کلمت الله هی العلیا و کلمه الله ای بلند است که الله اکبر والله عزیز حکیم. یقینا که الله متعال ذات با عزت غالب و حاکم با حکمت است. عزیز چی معنی؟ عزیز یعنی ذات با عزتی که غالب هست، همیشه غلبه حاصل میکنه. و حکیم چی معنی؟ یعنی ذاتی که حاکم است، حکم میکنه، لکن حکمش بر اساس چی است؟ حکمت است. به همین قسم بر رسول الله صلی الله علیه و در غزوات زیاد ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، الله متعال میگه شما را در بدر الله متعال میگه که نصرت کرد و انتم اذله، شما تعدادتان بسیار زیاد بود. فاتقوا الله لعلكم تشکرون فلم تقتلوهم، الله متعال میگه این کافرها را شما قتل نکردین ولکن الله قتلهم، الله اینا را قتل کرد. و ما رمیت اذ رمیت، و تو نزدی ای رسول الله صلی الله علیه و وقتی که تو زدی، ولکن الله رما، لکن اینجا زدن الله بود. بسیاری وقتا اشخاص را میدن که در غزوه بدر اما تو دو شق شده، یعنی ملائکه آمدن اما تو این کافر زده که اما تو خودش کته اسبش دو شق شده که مسلمان اگر زیاد بزنه کته شمشیر مثلا کلی از رو بپرانه یا کلیش شق کنه، اما این دو شق تا پایان میشد. چند هزار ملائکه به نصرت مسلمان ها آمدن. این کلش چی هست؟ به خاطر از این است که قلب مسلمان ها راحت باشه که اگر تو واقعا کته الله باشی، واقعا در عقیده توحید الله باشی، الله تو را نصرت میکنه. همین قسم در غزوه احزاب یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم یاد کنید نعمت الله را بالایتان. اذ جاءتکم جنود، که لشکرها آمدن در غزوه احزاب. چی معنی احزاب؟ یعنی که کل قومای کافران کلشان از کل منطقه جمع شده بودن و آمدن که مسلمان ها را در مدینه منوره از بین ببرن. الله متعال میگه اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. در اینجا الله متعال میگه شما روان کردیم و لشکر روان کردیم که شما اونا را نمیدیدین. و کان الله بما تعملون بصیرا، و الله متعال با چی که میکرد بسیار میکردیم بینا بود. همین قسم نصرت الله در صلح حدیبیه که الله متعال میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما برای تو یک فتح روشنی را نصیب کردیم. و همچنین در غزوه خیبر که الله متعال برشان وعده کرد که وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها، برای شما غنیمت های بسیار زیادی را نصیب میکنه. و همین قسم در فتح مکه الله متعال بر ازنا نصرت کرد و مثال های زیادی برای نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، یونس علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، اینا را کلشان با شما که ببینیم پیغمبران را، دوستان، صالحین، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم همه از آنها الله متعال در دنیا بالاخره نصرت کرده و این نتیجه توحید در دنیا هست. اما این که نتیجه توحید در آخرت چی است؟ ان شاء الله در درس بعدی میخوانیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.